مؤمنان میگویند چرا سوره ای نازل نمی شود؟ ولی هنگامی که سوره ای محکم و بی شبهه نازل می شود و در آن از جهاد سخن به میان آمده است، آنان را که در دلهایشان بیماری است می بینی مانند کسی که در بیهوشی مرگ افتاده به تو می نگرند و سزاوارشان هم همین حالت است. فرمانبرداری و سخن پسندیده و نیک برای آنان شایسته تر است. پس اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی و مسلم شود با خدا از سر صدق و راستی درآیند، بی تردید برای آنان بهتر است. پس اگر روی گردان شوید آیا از شما جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید؟ آنان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گوششان را کر و چشمشان را کور کرده است. آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قفلهای قرار دارد؟ بی تردید کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای آنان برگشتند، شیطان زشتی‌هایشان را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز انداخت. این به سبب آن است که آنان به کسانی که نازل شدن وحی را خوش نداشتند گفتند در بعضی از امور از شما اطاعت خواهیم کرد، در حالی که خدا اسرارشان را می داند. پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که بر صورت پشتشان می زنند چگونه خواهد بود؟ این عذاب برای این است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کردند و خوشنودی او را خوش نداشتند، در نتیجه اعمالشان را تباه و بی اثر کرد. بلکه کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند که خدا کینه هایشان را آشکار نخواهد کرد. و اگر بخواهیم یقینا آنان را به تو نشان می دهیم تا آنان را از روی نشانه هایشان بشناسی و بی تردید آنان را از شیوه سخن گفتن خواهی شناخت و خدا کارهای شما را می داند